کاج یلدایی، یک فینگر فود شیک اما ارزون با مواد ساده. تا آخر ویدیو همراه من باش. سلام عزیزان، به کانال فست شف خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، ایام بکام باشه. زهره سرجوقیان هستم، در خدمتتون هستم با یک فینگر فود بسیار ساده و ارزون که انشالله تو شب یلدا دست پر باشیم پیش بچه‌ها و خانواده. حالا باید بریم ببینیم که چجوری این فینگر فود راحت رو با مواد قابل دسترس درستش کنیم. سینه مرغ حدود 150 گرم، سیب زمینی 300 گرم و پیاز حدود 70 گرم، یک عدد متوسط و شوید یک دسته خیلی کوچیک و پودر پنیر و نمک، ماست و سس مایونز، انار هم که برای تزیینش. حالا بریم ببینیم باید چه کار کنیم. اولین کاری که باید بکنیم سیب زمینی هامون رو کاملا بشوریم و پوستش رو بگیریم، خرد کنیم و داخل یک قابلمه بریزیم. مقداری هم آب بهش اضافه کنیم تا بپزه. این میره سر گاز که بپزه. بریم سراغ بقیه موادمون. بقیه موادی که داریم پیاز هستش که اون رو باید به صورت نگینی خردش کنیم و داخل مایتابه بریزیم و کمی تفتش بدیم. این از پیاز ها. پیاز ها رو داخل مایتابه میریزم و بریم سراغ سینه مرغ. سینه مرغ هامونم به صورت نگینی 150 گرم از این سینه کافی هستش برای این مقدار از سیب زمینی که داریم. اینها رو کاملا نگینی خردش میکنیم و بعد از سبک شدن پیاز بهش اضافه میکنیم، هم یک کمی تفت ببینه و کاملا پخته بشه. خب پیاز ها رو گذاشتیم سر گاز، اجازه میدیم که یک مقدار سبک بشه. حالا مقداری بهش روغن اضافه میکنیم و اجازه میدیم که پیاز هامون سرخ بشه. نمک و فلفل هم در حین سرخ شدنش بهش اضافه میکنیم. کمی که پیاز هامون تفت دید، نوبت این میرسه که مرغ ها رو که به صورت نگینی خرد کرده بودیم بهش اضافه کنیم. این هم از مرغ هامون. یک فینگر فود بسیار ساده و ارزونی هستش. این فینگر فود بسیار شیک هست و بچه ها دیدنش واقعا ذوق میکنن. خب درش رو میذاریم تا اینکه این سینه های مرغمون کاملا بپزه. به این حالت که برسه یه تست ازش میگیریم. کافی هستش، کاملا الان پخته شده و باید بریم سراغ بقیه کار. نکته دیگه ای که هست، شبت هامون رو بایستی قشنگ برگهاش رو بگیریم. از ساقه هاش استفاده نکنید چون که حالت خوبی نمیگیره توی این فینگر فود برای ما. کاملا برگهای شبت رو جدا میکنیم به این صورت که میبینید. بعد باید کاملا ریز خردشون کنیم به همین صورت که در تصویر میبینید. حالا باید بریم سیب زمینی هامون که کاملا پخته و همطور که میبینید آبش کاملا کشیده شده رو به یک ظرفی منتقلش کنیم و با گوشتکوب اینها رو کاملا پوره کنیم همونطور که در تصویر میبینید. و بعد از اون باید بریم بقیه مواد رو بهش کم کم اضافه کنید. اگر که زمان دارید اجازه بدید یک مقدار سیب زمینی خنک بشه بهتر هست. حالا نمک و فلفلش رو هم بهش اضافه میکنم و بعد از این بایستی بریم اون مرغ‌هایی رو که به صورت نگینی سرخشون کرده بودیم رو باز به مواد اضافه کنیم.
حالا باید بهش مایونز داشتیم، حدود 50 گرم مایونز و 70 گرم هم ماست یونانی داشتیم. اینها رو هم بهش اضافه میکنیم. البته بذارید یک مقدار خنک بشه مواد، بعد مایونز و ماست رو بهش اضافه کنید. خب حالا مواد رو کاملا با هم دیگه ترکیب میکنیم. یکی از موادی که خیلی این فینگر فود رو خوشمزه میکنه پودر پنیر هست که دیدید من حدود 1 قاشق بهش پودر پنیر میزنم که مزه خیلی خوبی به این غذا میده. حالا یک مقدار ماست و مایونز رو اینجا با هم دیگه مخلوط میکنم و کنار دستم میذارم برای درست کردن این فینگر فود، برای رومال کردن این کاج هایی که میخوایم درست کنیم. خب این هم از رومال این فینگر فودمون. حالا باید دستکش به دستمون کنیم که این مواد به دستمون نچسبه، یک مقدار چسبنده هستش و بریم سراغ درست کردن این کاجهای زیبا. کراکر پنیری هم داشتیم که اون رو هم میذاریم کنار دستمون و بریم سراغ کاجهامون. اندازه 1 گردو تقریبا از این مواد بر میداریم و به صورت مخروطی درش میاریم. همونطور که میبینید اون رو کاملا به صورت مخروط در میاریم و مقداری از اون سس و ماستی رو که به عنوان رومال درست کرده بودیم رو بهش میزنیم و در شوید میغلطونیم و با دانه های اناری که گذاشته بودیم برای تزیین اون رو تزیینش میکنیم به همین راحتی. بفرمایید. این هم از کاجهای یلدایی زیبامون، همونطور که دیدید بسیار ساده و با مواد قابل دسترس درست شد. کل کالری که این مواد ما داشت 950 کالریه و من 15 تا کاج تونستم درست کنم که هر کدومش حدود 75 کالری میشه و کل موادی هم که استفاده کردیم شد 75,000 تومان. امیدوارم کانال من براتون مفید باشه و اگر که از کانال من خوشتون میاد سابسکرایب کنید و زنگوله بغل رو بزنید. ممنون.